ماجرا از روستا شروع شد. سلام و درود، خوش اومدید به پارت دوم برنامه هسته ترکی. تو این ویدیو قراره که ببینیم که قراره من فارم زامبی بسازم و تا اینکه این ویدیو تموم نشد، اگه لایک و ساب نکنی بی ناموس دلگکی. بریم سراغ ویدیو انو. خوش اومد به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که بریم و فارم زامبی رو بسازیم. البته این فارم با اسپانرش کار میکنه. وقتی شما اسپانر پیدا کردید میتونید این کار کنید. تو اسپانر 2 تا زیرشو میکنید. نتونستم من اسپانر پیدا کنم، برای همین تو اینجا مثلا چیزشو میگم. 2 تا زیرشو میکنید. کجا رو؟ یه دونه میذارید. مثلا عنکبوت اینا هم بود ولش دیگه، خوب میشه. اما فقط زامبی و اینا بود ولش. خب بعد از اینکه این کارو کردید، من یه محیطی بسازم تو اینجا. اینطور چیزا ندارم. خب اینطور حالت میسازیم. مثلا یه جای کوچیک فارم ایکس بیه در اصل فرق نداره چی باشه، فرق نمیکنه باشه گفت باشه اینجوری، فرقی نداره. برای همین گفتم این طرف باشه، چون اینجا آب اسپان میشه. مثلا میاد اینجا میفته، اینو آب میکشونتش اینجا رو باید بکنیم. بعد این کار کردی آبو میزنی. اینو آب دارم، آبو میزنید. نبخشید من یه لحظه مدت کنم. خب بعد از این کار کردی این عنکبوت رو میزنید کنار و میای سراغ کارتون. حالا بعد از اینکه این کارو کردی تورچینا هم نزنید، چون اسپان نشد. فرش اینا رو کابلتون هم نزنید. خب حالا اینها رو میکنید. اینجا جای ماست، اینجا جایی که اونا میافتن و ما میزنیمشون. حالا حالتی درست میکنید که اینجا هم شیشه باشه. باید شیشه مواد باشه. شیشه مواد کجا زن؟ شیشه مواد. حالا اینو اینطوری میکنیدش. خب اینطوری میکنیدش. اینجا قراره که ما با اسپان بشن، آب بکشونتشون اینجا و بیفتم پایین اینطوری. و اینجا رو فکر نمی‌کردم چیزم شد باشه. خب مجبورم یک کار کنم. خب اولش میایم یه بلاک برمیداریم. یک بلاک کوفتی هم میشیم باید. خب یه بلاکی برمیداریم. نمیدونم پیدم میدایم، کاشکی نمیدایم، بازم باید دارم. چرا نمیشه به زیر بلاک گذاشت؟ چرا نمیشه؟ قدیم میشود. خب یه کار کنیم. اینطوری باید میکردم. زیرشم باید چسب بذاریم. اینو میذاریم
آقا تو چیزم راحته. آقا اینجا نمیشه. آقا میدونه تنجه همون گل ها چست کجاست؟ تست بی صاحب کجاست؟ اینجا. حالا اینو میزنیم پایینش. چرا نمیشه؟ اول از اینکه اینو بذاریم اینجا یه بلاک بالا نمیشه اینجا که ضد قانونی نیستش. آها فهمیدم اوکی یه بلاک بالا تا حالا شد خب حالا اینو میزنیم. خب حالا خوبیش اینجاست که به این زنبی میتونیم بکنیم. چرا؟ چون ما بکنیم. اوکی خب برای اینکه شیشه نه شیشه نمیذاریم از این ترکتورهای آهن فقط آهنی بذاریم چون اگه آهن نذارش میام شب بخورم. خب بیبی زامبی هم گوهتون هم نمیتونیم بیبی زامبی هم نمیتونیم حالا بعدش اینه که باید تو این فارمتون بشینید بزنید. نه نتونست بشین. خب حالا وقتی من اینطوری میزنم گفتم این با اسپانر میدونید چه سخت فارم درست کردن یوتیوب شدن ها میفهمید تو که نمیجد تو بیشور. من همین طوریشم فارم دارم چون اگه گفتی چون تو منگولی. خب حالا یه راهی برای این زامبی های گلمون درست میکنیم که زامبی ها نتونن انیمون بخورن. یه فارم ایکس پی عالی میشه اینم اگه بشه. خب حالا نمیدونم هرچی مابی بود نمیدونم پرسید اینا اگه بودن. خب حالا مثلا من زامبی میذارم زامبی میذارم اسکلتون هم زامبی میذارم. خب حالا یه راهی درست کردم. خب حالا من گفتم این فارم با چیز کار کنه. من میدونستم اینا میان اینجا. خب میدونید این در حال آخرش میفته دیگه. این میفته پایین. خب حالا من یه راهی درست ای بابا بازم هی میافتم. این زندگی کفتی رو میفته همیشه. باید بودون رو تصویر کنم. حالی بله مجبورم از این پستون بذارم. خب حالا اینو باید اینجا باشه. ای بابا اینجا یه جایی باید این ویدیو همونطور اینطور میزنیم. خب خوشبختم که این ویدیو رو دوست داشتید. البته کاش دوست نداشتید. خدا نگهدار.